السلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال ما. برادران گرامی، بسیارتر خواهش کردین که نرخ‌های دروازه‌ها، ریشوتکاها و هر چیزی که با آهن ساخته میشه در تیرزه و دیگر ورانت‌ها عموما خواستیم که نرخ‌هاش را پیشکش ما گردانیم. برادران گرامی، ما امروز کم ترک به نوار گرفتیم، صورت‌های دروازه‌ها را گذاشتیم و کم و بیش از نرخ‌های دروازه‌ها با خبر شدیم. می‌خواهیم که پیشکش شما گردانیم. برادران گرامی، برای بسیارتر معلومات پیدا کردن بر رقم‌های بالای اکران دا زنگ میزنید و معلومات بیشتر را میگیرید و هر چیزی که برای شما لازم است، خواه دروازه، دارخو، ورانتخو، تیرزه یا که ریشوتکا، با همین رقم‌ها زنگ میزنید و از نرخ نوش با خبر میشین. دوام ویدیو را تماشا کنید، همان نوهاش قریقی هست. تشکر زیاد که ما را دستگیری می نمایید. خب دوستان گرامی، یک مرتبه دیگه سلام علیکم. اینا یک جا آمده، مقصد درهای آهنی عموما چوبی هستن. در ناحیه عمان هم این مغازه‌ای که میگیریم در ناحیه واسه است، در نزدی بازار ناحیه واسه. خب اینا درهای طبقه آهنی عمان هم نمودش هسته. خب با رزمیر اگر بخواین زنگ میزنین، کدام رزمیر که برای شما لازمه زنگ میزنین اومد زکست میکنین. این اکن همین در توقعی که ما کامرا کیسه هم چند سمای؟ یک 20 باده که انا دقاطه اوخان 1400 سومون به دسته بخیر که یک 20 باده ماتریال نرمال خطی. این یک توقعشه؟
این یک طبقهش 90 بدای انا ایش 650 سومون در قوات درن شفشکای مقصد که درن اوهان 800 تا 850 سوم شود نه ابشکش نه خیلی ابشکش یا بود کامیرا اینم خیلی بیرنگ پلاستیک بود چه پلاستیک پلاستیک 90 بدای این اصلا این هم برای هم در خونه ها زکاس نه خون با چی خیلی که معقول باشه بله بله مقصد که این های در های طبقه بین ایشان هم 120 بدای 120 بدای نرخ چند دایره؟ 1000 سومون 1000 سومون خب خیلی دوستان و همین مانند دیگر انا نوهای اومان که همش اومان ها زیما انا صورت های دروازه ها را بیشتر شب بشما نشان میتیم دوستان گرامی. خب شما رقم های در بالای اکرام بده را زنگ میزنین و معلوماتی بیشتر را خود یکمان میگیرین اومان. خب اینم دروازه آهنی درهای آهنی در طبقه یا طبقه همه نمودش